دقت کردین بعضیا اسم فامیلشون چقدر به روحیاتشون میخوره؟ مثلا من یه دوستی داشتم در دوران دانشگاه که فامیلیش توتونچی بود. سیگاری بود، از اون سیگاری‌های حرفه‌ای. هنوز سیگار اولش خاموش نشده با آتیش اولی دومی رو روشن میکرد. یعنی روی هر چی توتون و تنباکو بود رو کم کرده بود. بذارید یه مثال دیگه بزنم تا منظورم رو بهتر برسونم. این وزیر راه و مسکن رو دیدین جدیدن استفاده داده؟ همین یارو آخوندی. طرف از ابتدای انقلاب ضد سلطنتی تا الان فقط تو پستای مدیریتی بوده. هر دولتی هم که اومده و رفته این یارو توش یه مقام و سمتی داشته. حالا بعد 30 و اندی سال یکی از مولتی میلیاردرهای ایرانه. ما نمیدونیم دقیقاً چطور میشه که یه نفر فقط تو پست‌های دولتی بوده باشه و هیچ حرفه و بیزنسی هم نداشته باشه اما یهو اینجوری مولتی میلیاردر باشه. تخمین زدن که سرمایه این وزیر استعفا داده شده چیزی حدود 1000 میلیارد تومنه. خب این فقط از دست کسی برمیاد که هم فامیلیش آخوندی باشه، هم کاراش آخوندی باشه و فقط یه آخونده که میتونه بعد 2-3 دهه پست دولتی اینطوری سرمایه میلیاردی به هم بزنه. فلذا از این موضوع نتیجه میگیریم برای چاپیدن مملکت و مولتی میلیاردر شدن نیازی نیست حتما آخوند باشی و عمامه سرت کنی و 60 سانت ریش بذاری. حتی اگه کت شلواری هستی و شیش تیغ میکنی، فقط اینکه فامیلیت آخوندی باشه هم میشه میلیاردر بشی. آخرش هم اگه دیدی اوضاع خیلی بیخ پیدا کرده و دیگه سوراخ سنبه های اختلاس و دزدی پر شده، یه نامه به سردستهات مینویسی و استعفا میدی. خب حالا شما بگین ببینیم فامیلی کدومتون آخوندیه؟ اختلاس نژاد چی؟ نداریم؟ دزدزاده نداریم آقا.